نیمه شعبان شد و دلها همه مهمان دعاست. نام مهدی بر لب و اشک شوق در چشم ماست. ای امام عصر، ای امام عصر، بیا تا نفس صبح ظهور پر کن و عالم ما را ز بهار خداست. یک بار دیگه عزیزای دل خوش آمدین. جشن میلاد مهدی موعود را خدمت تمامی شما نازنینا تبریک و تهنیت عرض میکنم. دوستای عزیز، ما دو تا از عزیزای مداح را دعوت کرده بودیم. اگر عزیز هاشمی عزیز صدای ما را داری یا در زیر لایف حضور دارین و جناب آقای نوری صاحب، جناب قربانی. قربانی صاحب، بسیار ببخشید، قربانی عزیز، اگر صدای ما را دارین در خدمت شما هست. لایف بفرمایین از پنجره زیبای شما هم ما و هم بیننده های عزیز ما مستفید شوند. جناب سیماب عزیز، نوبت همونطور طبق روال برنامه ما یک خدمت شما هست. اول صحبت های شما را بعد از جناب نصر فاتح خیبر را میشنویم. اگر در او فرصت دوستای که منتظرشان هستیم به جمع ما بپیوندن. از آقای جناب پروانی صاحب عزیزم انتظارش را داشتیم که حضور پیدا بکنن، ولی ایشان یک عذر داشت که فعلا تشریف آوردن نمیتونن. برای آقای پروانی عزیزم آرزوی سلامتی دارم. بفرمایید جناب سیماب عزیز. با عرض سلام و احترامات خدمت تک و تک عزیزان، بزرگواران، اساتید بزرگوار، استاد علوی بزرگوار، جناب استاد عادلی، خودت انجینیر سیب نازنین، نصر فاتح خیبر، عزیزانی که در پایان لایف هستند. میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی صالح و زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف، خدمت تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. ما یک قطع شعر تقدیم عزیزان میکنم به همین مناسبت. بعد از او زیاد مزاحم نمیشم. نسل فاتح خیبر باز مایک برشان میدم. غروب جمعه دلم بوی یار میگیرد، غروب جمعه دلم بوی یار میگیرد، افق افق دل من را غبار میگیرد. نه با زیارت یاسین دلم شود آرام، نه با دعای سماعتم قرار میگیرد. نوای ندب صبحم انوز ورد لب است، که نغمه عشراتم به بار میگیرد. دل صنوبریم زین هوای مهالود، نه از فراق یار که از انتظار میگیرد. قسم به عطر که خسران قرین انسان است، مگر آن که دانش خود را به کار میگیرد. بدان که دلبر ما جان برای یاری خیش، در این دیار هزاران هزار میگیرد. به گوش منتظران گو که صبح نزدیک است، اگرچه شب ز رفیقان دمار میگیرد. جمال یار چو خورشید عالم افروز است، حجاب نفس تو را زان نگار میگیرد. تمام دلخوشیم یک نگاه کوچک اوست، ز چیست یار من از من کنار میگیرد. اگر یار نخواهد به جلوه غم ببرد، دل زحیر چو شبهای تار میگیرد. غروب جمعه دلم بوی یار میگیرد، افق افق دل من را غبار میگیرد. با امید فرج ایشان هرچه سریعتر. بفرمایید عزیزان، نوبت دیگر دوستان از سلام فرماندم. خوش آمدید عزیز. سلام خدمت عموی عزیزم آقای سیدمان و آقای سید جعفری حسینی، عموی عزیزم آقای علوی عزیز و آقای سمیه بخیالم و آقای نسل فاتح خیبر و جواد جان. سلام به شما بزرگوارا برسه. سلام علیکم برادران گرامی. همین بسیار جان سپاس. فهمیدی علیکم اینجا سلام. علیکم یک سلام. موضوع درباره همین سوزی بیناموسی نه 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 کسفروش نه مادر رگایم این بیناموس فهمیدی. نه آقای عزیز، اینجا جشن میلاد مهدی موعود عجل الله فرجه تعالی شریف است. ما شیعیان امیر المؤمنین را
بالا میاریم که صحبت بکنن. اینجا جای لا حول ولا قوة الا بالله. ما از همه شما نازنینا، از بیننده ها، از عزیزای اساتید معذرت میخواهیم با این حرکت. بسیار زیاد شرمنده تان. آقای جوادی عزیز سلام، خوش آمدی. دوست عزیز، نسل سلام فاتح علیکم. خیبر. بله سلام علیکم خدمت دوستان گرامی. ما امیدوار هستم که به هر حال این نیمه شعبان بر همه دوستان انشالله مبارک باشه و ما این را 3 روز عید میگیریم. انشالله که خداوند ظهور حضرت حجت را انشالله بر ما این را عنقریب بگردانه که انشالله به فریاد مستضعفین جهان برسه. بله، حالا اگر دوستان اجازه بده یک چند تا نکته راجع به ظهور حضرت حجت صحبت کنیم اگر اجازه باشه. ما از شما معذرت میخواهیم که همین برنامه ما طبق روال خودش باید پیش بره. نوبت از نسل فاتح خیبر است. بعد از ایشان اگر شما فرصت دارین حتما برنامه در خدمت شما هست جناب. ما فقط یک سلام علیکی کردیم خدمت دوستا. حالا بفرمایید. تشکر. خیلی ممنون استاد عزیز جناب سمنگانی صاحب نازنین. مایک در خدمت شما هست، از شما میشنویم. خوش آمدید. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت اساتید گرامی، آقای عادلی و آقای علوی و انجینر صاحب مدیر فداکار و مقاوم و همچنین جناب آقای سیماب، آقای جواد گرامی، همه اونایی که صدای ما شما رو میشنود. اعیاد شعبانیه، ماه شعبان است. اعیاد شعبانیه را و مخصوصا ولادت با سعادت 12مین نختر تابناک آسمان ولایت و امامت حجت ابن الحسن العسکری مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف را بر همه محبان پیروان آن حضرت و شما پیروان و محبانش تبریک و تهنیت عرض میکنیم. خداوند متعال به برکت این ماه معظم و برکت این مولودهای آسمانی ما را توفیق بدهد که از بندگان خوب خدا باشیم و از پیروان واقعی ایمیت‌ها قرار بگیریم. چون مطلب و تایتل و موضوع روی نیمه شعبان ولادت امام 12 مهدی موعود است و در واقع در رابطه با نیمه شعبان و فرهنگ مهدویت و در این مورد باید صحبت بکنیم که البته صحبت‌های بنده شاید در خور شأن جلسه نباشد، ولی خب به نوبت خود به اندازه توان خود عرض ارادت بکنیم. همونطوری که صحبت‌های را جناب استاد علوی فرمود که تمام ادیان منتظر یک ناجی، یک منجی هست. تمام ادیان منتظرند که یک ناجی می آید و جهان را پر از عدل و داد می کند و دو فرقه مسلمین که شیعه و سنی باشد هم بر مسئله مهدی غایب یا منجی عالم بشریت معتقد است و باور دارد. راجع به افکار اونها و توضیحاتش نمی پردازم، استاد بیان کرد، همین اشاره بکنم. و شیعه در فرهنگ شیعه و فرهنگ مهدویت را یکی از اصول مسلم خود می داند. شیعه معتقدند، شیعه باور دارند. و چرا شیعه باور دارد که یک ناجی، یک منجی عالم بشریت خواهد آمد؟ چرا باور دارد؟ ببینید بزرگواران، خدای متعال مسئولیت جهان بشریت را به دوش پیامبران خود گذاشت. یکایک پیامبران را این وظیفه سنگین را بر دوشش گذاشت تا در مقابل یا در برابر امت بزرگ و امتهایشان این مسئولیت را ادا کند که اون مسئولیت بزرگ همون رسالت انبیاء الهی بود. خب و همین گونه این رسالت بزرگ جهان بشریت یا انسانها را بر عهده پیامبر خاتم گذاشت خدای متعال.
و مسئولیت بزرگی که واقعا از همه مسئولیت های انبیای گذشته عظیمتر بزرگتر، چون جهان عصر زمان پیغمبر جهان بسیار کلان و وسیع و بزرگ است. مردم عصر زمان پیغمبر و با زمانهای قدیم فرق دارد. باید انسانی در این عصر مسئولیت جهان بشریت را به عهده بگیرد که از تمام داخواسته ها و از تمام درخواست ها و مطالباتی که میشه برآید. و از همه مهمتر این که انسانی که این مسئولیت را به عهده میگیرد از نظر دانایی، از نظر فهم، از نظر عقل، از نظر اندیشه و از نظر خلق، اخلاق و عدالت و معصومیت دارا باشد. پیغمبر خدا چنین بود. حال پیغمبر خدا بر آخرین روزهای حیاتش این مسئولیت به عهده داره. خدای متعال در منطقه خاصی به نام در حجة الوداع، در اون منطقه خاص خداوند به پیغمبر دستور میده که یا رسول، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعلت فما بلغت رسالتک. پیامبر گرامی، پیامبر تو باید این فرمانی را که به تو داده شده باید ابلاغ کنی. اگر ابلاغ نکنی رسالتت ناتمام است. پیامبر گرامی اسلام بلا فاصله اون همه حجاج بزرگی که برای حج رفته بود جمع آوری میکند. اونهایی که پیش رفته برگردید، اونهایی هم که عقب مونده بیاید. بعد مهمتر این که جهازهایی از شتر درست میکند و بالای جهاز میرود و دست حضرت علی علیه السلام را میگیرد و بالا میکند و مردم معرفی میکند که من کنت مولا فهذا علی مولا. هر کسی که مرا ولی و سرپرست خود میداند، علی بعد از من ولی و سرپرستش است. هر کی مرا آزار دهد، علی را آزار میده. هر کی با من دشمنی کند، علی دشمنی کند، با من دشمنی کرده. و این روایت را پیامبر گرامی اسلام که همه شیعه و سنی همه روایت کرده. بنابراین پیغمبر خدا به دستور خداوند این مسئولیت بزرگ را به دوش کسی گذاشت که همانند پیغمبر باشد. از نظر خلق و اخلاق، از نظر دانایی، از نظر تقوا باید همسنگ و همسان پیغمبر باشد و الا مسئولیت به این بزرگی را به دوش هر کس گذاشته نمی شود. به همین خاطر پیامبر اسلام مولا را دستش بلند میکنه و معرفی میکنه و بنا پس از آن آیه می آید که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی فرضیت لکم اسلام دینا و الیوم یئس الذین کفروا. امروز دشمنان و کافران مایوس گشت. خب بنابراین پیامبر خدا از دنیا میره و این مسئولیت بزرگ به عهده حضرت علی علیه السلام میگذاره بر اساس باور قطعی و یقینی شیعه. و حضرت علی علیه السلام این مسئولیت بزرگ را دانه به دانه به دوش فرزندانش میگذارد، به دوش فرزندانی که عصمت دارد، معصوم است و مطهر است. برای اینکه این مسئولیت بزرگ به دوش کسانی گذاشته شود که از نظر دین و دیانت، از نظر تقوا و پاکی و طهارت، از نظر عصمت باید معصوم باشد و از نظر آگاهی توانمندی داشته باشد و الا به دوش هر کسی گذاشته میشد، از پسش بر نمی آید. بنابراین بر اساس این مسئله و بر اساس اینکه پیامبر گرامی اسلام روایت را که در آخرین روزهای حیاتش فرمود که انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، من دو چیزی گرانبها را به شما به امانت میگذارم، یکی قرآن کتاب الله و دیگر عترت خود. و این دو تا در ادامه روایت است، این دو تا از هم جدا نمیشه. لا یفترق علی یرد علی الحوض، اینها از هم جدا نمیشه تا بر حوض وارد شود. بنابراین قرآن و عترت در کنار هم است، از هم جدا نمی شود، به خاطری که مسئولیت بزرگ جهان بشریت با قرآن آمده و قرآن هم را و مفسر و تبیین کننده واقعی قرآن هم ائمه ها است. به همین خاطر است که این روایت یکی از دلایل مهم و قطعی مهدویت است که ما شیعه چرا معتقدیم به این خاطر. و از طرف آیه قرآن فرمود که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، ای مؤمنین اطاعت کنید از خدا و از رسول، و اولی الامر منکم،
اولی الامر را اطاعت کنید. چه اولی الامری؟ اولی الامری که رنگ و بوی پیغمبر را داشته باشد. هر اولی الامری که نمی شود این مسئولیت بزرگ را به گردنش بگذارد. باید اولی الامری که مانند پیغمبر معصوم باشد، مانند پیغمبر دانا باشد، مانند پیغمبر خلق و اخلاق سترگ داشته باشد. به همین خاطر ما باور داریم، ما یقین داریم و بر اساس روایات موثق، بر اساس این آیات، بر اساس این خم قدیر که پیامبر گرامی اسلام مسئولیت به دوش حضرت علی و فرزندانش بود. بنابراین 12مین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت غایب است و خواهی آمد و جهان را پر از عدل میکند بر اساس این باور یقین. اما نکته اینجاست که حال که امام غایب است، منتظران کی است و منتظران واقعی چه کسانی است؟ فلسفه انتظار چی است؟ میگه فلسفه انتظار استادن در مسیر نور است. یعنی انتظار نشستن خاموش و دست روی دست گذاشتن نیست. انتظار یعنی استادن آگاهانه در مسیر است که با عدالت ختم شود و دلش را از ظلم می تکاند. منتظر واقعی، منتظران واقعی کسی است که پیش از آمدن منجی خود را اصلاح می کند و دلش را از ظلم می تکاند و رفتارش را شبیه آینده می سازد که وعده داده شده است. انتظار یعنی باور به این که جهان به حساب رها نشده، یعنی یقین به این که تاریکی هر قدر هم طولانی باشد پایانی دارد. منتظر انسان امیدوار است، امیدی که او را از سکون نجات می دهد و به مسئولیت می کشاند. در فلسفه ایمان با عمل گره خورده است. منتظر کسی است که دروغ را تحمل نمی کند، به کسی هم دروغ تحمیل نمی کند، بی‌عدالتی را عادی نمی سازد. پس هر کسی گفت من منتظرم، منتظر مهدی موعودم، منتظر امام منجی عالم بشریت هستم، با این کلام و این لفظها منتظران واقعی گفته نمیشه. منتظران کسانی هستند که چنین مطالبی را با خود داشته باشد، چنین خصوصیات داشته باشد. منتظر واقعی در حد توان خود بذر حق را در زمین زندگی می‌کارد. انتظار تمرین انسان کامل شدن است، ساختن جامعه کوچک از اخلاق تا وقتی که خورشید عدالت طلوع کند، جهان آماده پذیرش نور شود. انتظار یعنی ما تغییر کنیم تا دنیا تغییر کند، یعنی امروز شبیه فردای ظهوری زندگی کنیم. یک چند تا روایت هم خدمت شما عرض میکنم، بسیار کوتاه، دیگه وقت میتونیم با دوستان که زیاد وقتشون گرفته نشود. خب یکی از روایت ها از زبان پیامبر گرامی اسلام روایت شده که افضل الاعمال امتی انتظار الفرج. کسانی که منتظران هستند این روایت را باور دارند و پیامبر خدا فرمود که بالاترین اعمال امتی من اینه که انتظار فرج. چه انتظاری؟ اونایی که بیان شد. امام صادق علیه السلام فرمود من سرها ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق. میگه که کسی که دوست دارد این که از اصحاب قائم باشد باید عملی به ورع، به تقوا و محاسن و نیک و اخلاق خوب باید داشته باشد و الا هر کس که منتظران واقعی قرار نمیگیرد، هر کسانی که پیروان ائمه اطهار نمیشود. امام کاظم علیه السلام فرمود که المنتظر لامرنا کالمتشهد بدمه فی سبیل الله. امام کاظم علیه السلام فرمود که کسانی که پیرو امر ماست و دستور ما را عمل میکند مانند کسانی است که به خون خود در راه خدا به خون خود آغشته شده است. و همچنین امام فرمود که انتظر الفرج ولا تیأس من روح الله. میگه انتظار فرج بکشید ولی نومید از رحمت خدا نباشید. بنابراین هر کسی، هر آدمی، هر مجموعه که دم از این که ما منتظران هستیم و پیروان امام مهدی هستیم و پیروان امام 12 هستیم و پیروان ائمه اطهار هستیم، با لفظ و زبان نمیشه. اگر در اونها این اعمال و این اخلاقی که ائمه توصیه کرد نباشد، اونها از پیروان اهل بیت قرار نمیگیرد که متاسفانه خیلی کسانی فقط با زبان هستند اما در عمل نیست. ببخشید دیگه طولانی شد، تشکر از اینکه اینقدر وقت دادید.
بسیار زیاد تشکر جناب نصر فاتح خیبر از صحبت‌هایتون. جناب جواد بفرمایید، شما صحبت‌های شما رو میشنویم عزیز برادر. بله. بسیار تشکر. پیش شدی که جواد جان صحبت کنه. دوستای عزیز همینجا همین صفحه را لایک بکنین که صفحه میبینین که استوب ماند، همونطور لطفا لایک بکنین، شیر بکنین. بیکار همونجا نشینین. اگر مشتاق صحبت های استادا هستین کوشش بکنین همین صفحه خودتان از حمایت بکنین. صفحه های فحاشی و لچکی و بیبندوباری و چیزهایی که هیچ سودی به جامعه نداره و جز چرندیات گفتن میری 100 200 نفر زیرش نشسته است. صفحه که یک کلاس درس است از چیزهایی که نیازمند هستی و نداری برات میآموزانه بدون کدام پیسه و بدون کدام خرجی به شما دوستا وقت میگذارم. متاسفانه نیستین که حمایت بکنین و این صفحه مربوط خود شما از دوستان. لطفا صفحه را لایک و شیر بکنین. بسیار ببخشید جواد عزیز، بفرمایید جناب جواد. ببخشید. بله، سلام مجدد خدمت دوستان گرامی و عرض ادب و تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه انشالله. خدمت دوستان ما چند تا نکته انشالله بر مبنای توفیق خدمت دوستان عرض بکنیم. در قرآن کریم خداوند خواسته که معرفی بکنه خلیفه و جانشین خود را بر روی زمین. در آیه 30 سوره بقره که خداوند میفرماید، میگه که بسم الله الرحمن الرحیم و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی خداوند خواست یک آفرینش رو انجام بده و این آفرینش که انجام داد برای خودش خلیفه تعیین کرد. و ما همونطور که همه دوستان، حالا جناب آقای فاتح هم کاملا توضیح داد، ما 12 تا خلیفه داریم از حضرت خاتم تا حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف که اینها میشه خلیفه ها و جانشین خدا بر روی زمین هستند. خب اولین خلقتی که خداوند در روی زمین در کائنات، یعنی اولین موجودی که انسان در کائنات خداوند خلقت کرد چه کسی بود؟ این خلقت نوری پیامبر بود، خلقت نوری پیامبر اکرم و عقل بود که هر دوتا هم منتهی میشه به پیامبر اسلام. بنابراین این یک مسئله بسیار روشن هست که آنچه را که ما داریم میگیم مخلوق، اولین مخلوقی که خدا خلق کرد که بود؟ خلقت نوری و عقل پیامبر اسلام بود. پس آنچه را که خداوند از خلقت نوری پیامبر خلقت کرد چهار تا خلقت میشه. خلقتی که ازش ائمه هدی را پدید آورد، خلقت دوم، و به سبب اون خلقت های بعدی که از نور خود ائمه این جهان هستی کهکشان ها، بهشت و جهنم که در 2 مرحله بعد این پدید آورد. پس خداوند در باب خلقت 4 تا مرحله خلقت داشتیم. دوستان در سوره عرضم خدمت شما زخرف به این نکته اشاره داره. قرآن چی میگه در باب خلقت؟ من این آیه رو خدمت دوستان عرض بکنیم. ببینید قرآن چی میگه. میگه که بسم الله الرحمن الرحیم فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون. خداوند هیچ پیامبری را به پیامبری مبعوث نکرد مگر اینکه آمدن چیکار کردن؟ تمسک کردن به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، از 5 تن آل عبا تمسک کردن. این 12 نور مقدس 14 معصوم علیه السلام متمسک شدن و جواز تمسک پیامبری اینها، یعنی آیه قرآن، این حرف من نیست، اگر کسی که آمد پیامبر بشه، قبل از اینی که پیامبر بشه شرطش تمسک کردن به کی بوده؟ به این خلیفه های خداوند بر روی زمین بوده. یعنی اگر کسی که مثلا حضرت آدم که آمد خلیفه خدا قرار داده شد و اون را خلقت کرد، شرطش هم قبلش گفتیم تمسک بود.
حضرت آدم تمسک کرد، حتی در زمانی که گناه انجام داد که از بهش رانده شد، در زمان بخشش تا 2 سال بخشیده نشد، مگر اینکه دوباره برگشت به اون 5 تن آل عبا و متمسک شد به 5 تن آل عبا و شرط بخشیده شدنشون هم همین بود که به محمد و آل محمد متمسک شد، که ما به زبان سادش میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی 5 تن آل عبا را نام برد، از حضرت پیامبر اکرم، امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. این 5 تن آل عبا شرط تمسک هر جنبنده ای هست، هر چیزی که موجود میشه هست و هر آنچه را که ما یعنی بخوایم در واقع درش یعنی بخوایم ایجاد یک حرکت موضوعی خوب درش قرار بگیره، این شرط تمسک بر این قرار داده شده. اینو داره قرآن میگه، این حرف من نیست. پس هیچ پیامبری به پیامبری مبعوث نشد مگر اینکه قبلش تمسک کردن به ولایت امیرالمؤمنین. ما میگیم امیرالمؤمنین خود صراط است، یعنی عملش، رفتارش، کردارش میشه صراط المستقیم. پس هر کسی که به امیرالمؤمنین علیه السلام تمسک کرد، این میشه چی؟ هدایت یافته، این میشه خود صراط. در صراط المستقیم ما گمراهی نداریم، در خود صراط ما گمراهی نداریم. ما اگر گمراهی هست در صراط السبیل هست. صراط السبیل الان صراطی هست که ما درش قرار داریم. صراط السبیل صراطی هست که مجتهدین درش هست. صراط السبیل صراطی هست که الان این مسیری که ما داریم حرکت میکنیم، این صراط السبیله. در صراط السبیل هم همون صراط المستقیم ختم میشه. ما 43 تا صراط داریم، حالا به بقیهش کار نداریم. 3 تا صراطش خیلی مشخصه. صراط الجحیم که 1 بار آیه در قرآن آمده، خیلی هم مشخصه، بهش هم کار نداریم. هر کس جهنمی شد میره جهنم، خیلی هم خلاصه. در صراط السبیل خیلی مشکل داریم و صراط المستقیم هم هر کی ورود بکنه، ببینید در صراط المستقیم ما اصلا مشکل نداریم، هر کسی ورود بکنه نمیتونه اصلا حتی گمراه بشه، نمیتونه خودش گمراه بکنه. صراط السبیل ما روایت داریم. بله جواد نازنین، جناب جواد عزیز، صحبت‌های بسیار دلچسب و مفید دارم، ولی متاسفانه وقتی برنامه کم است. اگر لطف بکنید جمع کنید صحبت‌هایتون، بفرمایید. بله خواهش میکنم. بنابراین ببینید در مصداقی که ما میگیم آقا این مصداق امامت، مصداق خلیفت اللهی خداوند بر روی زمین است. ما وقتی میگیم که مصداق پیامبر، مصداق ائمه، اولا بالمؤمنین، اینها اولا بالمؤمنین یعنی چی؟ یعنی از خود ما بر خود ما نزدیکتره. یعنی اگر ما یکی مثلا گوشت و پوست و رگ و مثلا این چیزا فاصله هست، قرآن میگه آیه 94 سوره توبه میگه فسیر الله عملکم و رسوله، یعنی میگه هیچ چیزی بینشون نیست. وقتی میگه مثلا میگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، یعنی میگیم سلام بر توی پیامبری که با تو مستقیم صحبت میکنیم، حاضر و ناظر بر کار ما، بر اعمال ما، بر نیات ما، بر پنهان ما، بر آشکار ما، همه چیز ما اون رو میدانیم. این مصداق رو هم خداوند داده به پیامبر خودش، به امام خودش. لذا وقتی میگیم اولا بالمؤمنین یعنی از خود ما بر خود ما، پیامبر و امام از ما بیشتر خبر دارد، به مصالح ما آگاه تر هست و تمام چیزهایی را که ما در خفا و پنهان انجام دادیم اونها ازش آگاه هستند. همین مصداق را حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف دارد. پس بنابراین حضرت مهدی از احوال شیعیان خودش و امت مسلمین آگاه است. این رو به هر حال دوستان متوجه باشه. خیلی ممنون، متشکرم. ببخشید عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم. بسیار سپاس جناب جواد عزیز. اگر فرصت داشته باشین ما چانس دو خدمت شما مایک را میتیم، حتما از صحبت‌های شما استفاده میکنیم جواد عزیز، چون استاد عزیز ما بسیار دیر منتظر مانده، میخوایم از صحبت‌های استاد استفاده بکنیم. چانس دو در خدمت شما هستیم. دوستان سفر بازم لطف کنین لایک و شیر بکنین. شب میلاد تو ای، شب میلاد تو ای روشنایی روزگار، شب میلاد تو ای روشنایی روزگار، دل به امید ظهورت می تپد بیقرار. ای امام مهربان، ای امام مهربان، باز هم چشم جهان و دعای تو گره خورده
به صبح بهار. سپاس فراوان از عزیزایی که صحبت‌های بسیار مفید و جانانه داشتن. جناب استاد بزرگوار، استاد عادلی عزیز، معذرت میخواهیم که خیلی منتظر ماندن. مایک خدمت جناب استاد است. از صحبت‌های استاد عادلی همچنان استفاده میکنیم. با چانس بعدی نوبت همونطور به استاد علوی و استاد سیما و استاد فاتح خیبر و جواد عزیز، اگر مهمانای جدید به جمع ما نپیوندن، امیر روال دوباره تکرار میشه. بفرمایید استاد عزیز. تشکر. عرض سلام احترام ارادت دارم حضور بزرگوارایی که در این صفحه حضور دارن و اونایی که بیننده و شنونده برنامه ما هستن. ما قبل از شروع عرایزی که دارم یک نکته را در رابطه با بحث سادات شناسی عرض کنم. متاسفانه اتهامات ناجوانمردانه ای که صورت میگیره گاهن همین صفحه سادات شناسی را حاشیه‌ای میسازه. بعضیا بحثی سادات شناسی یک بحث تاریخی، یک بحث اعتقادی، یک بحث ارزشیه و در اینجا هیچ صحبت حاشیه‌ای، صحبت سیاسی نمیشه. اونایی که میایه تبلیغات میکنه اونا رو ما میدانیم که زاویه داره، میخواه که اینمی صفحه را تخریب کنه، مثل کسایی که با اهل بیت و پیغمبر احتیاط میکنه بعد میایه پایینتر با آل یاسین اهانت میکنه. اینا میخواه اینمی صفحه را تخریب کنه که اینجا فلان رهبر سیاسی علیش گپ زده میشه و دوستایم که میایه این موضوع را انشالله در نظر بگیره، صحبت‌های حاشیه‌ای نداشته باشه. حالا هر کس حرفی داره، حرف سیاسی داره. در بحثی احزاب شناسی که پس فردا شبه دیگه زمینه زیاده، اونجا میتونه انتقاد کنه و هر کس هم میدانه مسئولیتی اما حرف و سخن خودش. یک تذکر بود که ما یادآوری کنیم کسایی که به دروغ تبلیغ میکنه که سادات شناسی به اقوام، به رهبران، به بزرگان اهانت میشه، اصلا در اینجا جز بحث تاریخی که حق طبیعی هر کسیه، مخصوصا آل یاسین میتونه در رابطه با تاریخ خود، مشاهیر خود، مفاخر خود، گذشتگان خود، افتخاراتی که داشته، مظلومیت که در طول تاریخ کشیده، اینا را همزمان ورود از اینا در افغانستان هم با ورود اسلام بوده و خدماتی را در جامعه اسلامی مخصوصا افغانستان داشته و حق هر کسی است که یادآوری کنه. اما حاشیه ساختنش و تهمت، دروغ، افترا و این که بیایه بگه در اینمی صفحه بحثای سیاسی میشه، از اساس خود دروغه. اینا کذاب هستن که گپ میزنه. ما خواستم اینمی موضوع رو یادآوری کنیم و دوستایم که میای احتیاط کنه که بحثای سیاسی را در این صفحه نداشته باشه. اگر خواستن استاد من معذرت میخوام، در این صفحه نه، در این برنامه سادات شناسی، در برنامه سادات شناسی بله، من عرض کردم در برنامه سادات شناسی و الا شب دوشنبه شب بحث احزاب شناسی، هر کسی میتونه آزاد حرف خود بیا، هر کم حرف داره بیا اینجا استدلال کنه، حرف آدم رد کنه. ولی کسایی که غرض مرض داره خب اونا به خدا و پیغمبر و اهل بیت و به این مقدسات هم گیر میته. عرض ما تمام. من صحبت خودم امشب همون مقداری که وقت اجازه میته تا اینجا که به وقت ما حساب نمیشه، چون من شب یک صحبتی شد که بعضیا باز سوء استفاده نکنه از او صحبت. خدمت شما شه که ما از یک زاویه دیگه بحث میکنیم. مهدویت یک وعده قطعی قرآن است که جناب استاد علوی هم فرمودن و یکم امید بشر است که دوستای دیگه هم اشاراتی داشتن. انشالله که خداوند قبول کنه این زحمات دوستا را، حداقل نام ما در لیست ارادتمندان حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف باشه. جناب آقای قربانی خیلی خوش آمدی. اگر ایشان مدعی کنه که یک تنوع ایجاد شه، من صحبت خود ادامه میتون بعد از مدعی جناب آقای قربانی عزیز. خیلی خوش آمدی، مدعی دلسوخته اهل بیت دیگه. از حضور شما در اینمی صفحه خوش آمد میگیم که صفحه محبان اهل بیت. بسیار سپاس جناب استاد، تشکر. ما موافقم. قربانی صاحب سلام.
میلاد مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف را به شما همچنان تبریک میگم. خوش آمدین برادر عزیز، ما در خدمت شما، بفرمایید. عرض ادب و احترام محضر همه اساتید. من هم میلاد سراسر نور آقا صاحب الزمان رو محضر همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. استاد عادلی حسینی عادلی فرموده بودن که محضر شما عزیزان باشم چند لحظه ای رو. ما هم بر حسب ادب در خدمت شما هستیم. قربان فدای تو برادر نازنین، خوش آمدی. صفحه شما هست، همیشه بیاین خوش بین. ما در خدمت شما از حنجره زیبا و گوشنواز شما، ما و بیننده های برنامه استفاده میکنیم. جناب قربانی صاحب عزیز بفرمایید. سلامت باشین، قربونتون برم. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم. باز امشب بوی باران میدهم، بوی دلتنگی طوفان میدهم. حلقش تیغی بر جانم کشید، باز آتش در نیستانم کشید. آه ای غوغای پنهان در دلم، امام زمان کیستی ای زخم هجران در دلم، کیستی ای رنگ بیرنگی من، هم نشین وقت دل تنگی من. کیستی ای زخم ها را التیام، کیستی ای ذوالفقار در میان. کربلایی اش میبارد بیام، الغم بوی تو را دارد بیام. بی تو این شهر سخت طوفانی شده، 4 فصل ما زمستانی شده. گرم بی تو سرد میگریم، بیا در کنارت یادها را سر کنیم، در کنارت یادی از مادر کنیم. صلوات. اللهم صل علی محمد و گل آل محمد. نرگس گل نرگس، کی میخوای منو بخری؟ گل نرگس گل نرگس، کی میخوای منو ببری؟ با ترنم سحری کی میخوای منو بخری؟ رخ زیباد پیغمبری، لحن صدات علی اکبری، زور بازوی تو حیدری، دل مهربون تو مادری. گل نرگس گل نرگس، کی میخوای منو بخری؟ گل نرگس گل نرگس، کی میخوای منو ببری؟ نگران دل زهرام، همه حاصل زهرا توی آقا دم زینب، پسر خوشگل زهرا،
پسر خوشگل زهرا، گل نرگس گل نرگس. آقا کی میخوای منو بخری عاشقا، گل نرگس گل نرگس. کی میخوای منو ببری روی شوند علم حسن، توی دستات کرم حسن، قبل کرب و بلا رفتنت ایشالله میری اول حرم حسن، میری اول حرم حسن. گل نرگس گل نرگس، کی میخوای منو بخری. چقدر قشنگ این نجوا، گل نرگس گل نرگس. کی میخوای منو بخری، گل نرگس گل نرگس. کی میخوای منو ببری. شعبان شد و پیکش از راه آمد، عطر نفس بقیت الله آمد، با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین، یک ماه و 3 خورشید در این ماه آمد. برخیز که نور ازلی می آید، در عالم ایجاد ولی می آید. انشالله که همه حاجتمندا حاجت روا بشن، انشالله که همچین شب و روزهایی رو مدینه باشن، انشالله همچین شب و روزهایی رو سامرا باشن. همه عزیزانی که التماس دعا گفتن حاجت روا بشن به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی اللهم صل علی محمد. محمد. با آقایون عزت ببخشید باشید، وقتتون رو گرفتم. با عزت باشید، دست درد نکنه. عزیزم ما رو خدا ببخشید. حاج آقای حسینی عزیز، ما هر وقت امر کنم ما در خدمتیم. تشکر جناب آقای قربانی، دست شما درد نکنه. اگر باز وقت داشتی در یک مرحله دیگه هم چون سخنرانا زیاده میشه که بازم از شما استفاده کنیم. عزیز قربونتون برم. انشالله فرصت باشه من خودم همین داخل لایف میام و مجدد سلام میفرستم. انشالله اگر شد چرا که نه. فدای تو برادر، بخیر باشید. قربونتون ادامه برم. شب صحبت‌های همگیتون شما. بخیر. خدا نگهدارتون. جناب استاد بفرمایید شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد المصطفى و علی آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین الامام الحجة ابن الحسن العسکری المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. میلاد مسعود و فرخنده و با میمنت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف را بر همه شیفتگان امامت و ولایت، مخصوصا عزیزانی که در این صفحه در خدمتشان هستیم، مبارکباد و شادباش میگویم. دوستان صحبت فرمودند و مداح عزیز و گرانقدر ما هم مداحی فرمودند. بحث مهدویت یک بحثی بسیار سنگین و دامنه‌دار، همونطوری که جناب استاد علوی فرمودند، بسیار وسیعه. حتی اگر ما مهدویت در قرآن کریم محور قرآنی و الهی مورد بحثمان قرار بدهیم، بازم فرصت‌های می‌خواهد، زمان موسعی را می‌طلبد. اما در این فرصت محدود من سعی میکنم که یکی از مهمترین ابعاد اندیشه مهدویت، بعد قرآنی
این بحث است. آیات متعددی که در قرآن کریم به صورت صریح یا در قالب تفسیر و تعویل و مفاهیم چون ظهور، قیام، غیبت و حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اشاره دارد، بر اساس نظر برخی از اندیشمندان 400 تا 500 آیه از آیات کلام نوربخش الهی مرتبط با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اعم از منابع تفسیر و تعویل در کتب روایی برادران عزیز و محترم ما اهل سنت و در منابع شیعه برشمرده شده. در تبیین این آیات مفسران شیعه و سنی، مخصوصا مفسران شیعه، با استناد بر روایات معتبر اهل بیت علیهم السلام قرائت مهدوی ارائه کرده و از جمله ما به چند تا آیه اکتفا میکنم. آیه اول دوستا هم فرمودند ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. و در حقیقت این آیه بیان میکند که بحث مهدویت و صالحون در زبور که پس از ذکر تورات آمده که زمین را بندگان شایسته من خداوند فرموده به ارث خواهند برد. از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده است که مراد از عبادی الصالحون یاران و اصحاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در آخر الزمان است. آیه 2 و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. و در اینجا خداوند میفرماید و اراده کردیم و کسانی که در زمین به ضعف کشانده شده، همانطوری که جناب استاد علوی هم شرح داد، منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم. در روایت از امام علی علیه السلام الذین استضعفوا به اهل بیت پیامبر تفسیر شده و آمده است که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دشمنان آنان را خوار و مغلوب خواهد ساخت. آیه 3 هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این آیه نوید غلبه نهایی دین حق بر همه نظامهای فکری و سیاسی، نظامهای فکری سیاسی منظور نظامهای فکری سیاسی باطل را میدهد. وعده که تحقق کامل آن در عصر ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تفسیر شده است. آیه 4 و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده است که هنگامی که قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف قیام کند، دولتهای باطل فرو می ریزد و حق به صورت کامل حاکم می شود. این 4 تا آیه کفایت می کند. یک نکته کوتاه هم در رابطه با نیمه شعبان، تولد
امام زمان امید تاریخی بشر عرض کنم و اگر فرصتی بود در دور بعد ما همون نکاتی را که جناب استاد علوی مخصوصا رسالت علما در عصر غیبت در دور بعدی در پیوند به فرمایشات جناب استاد علوی خواهیم داشت. نیمه شعبان صرفا یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه جشن زنده بودن امید در تاریخ انسان است. ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف یادآور این حقیقت بنیادین است که تاریخ به بنبست نرسیده و وعده الهی درباره پیروزی عدالت قطعی و تخلف ناپذیر است. اما در رابطه با بعد تاریخی و علمی ولادت امام مهدی نکات کوتاهی را هم عرض میکنم تا برسیم به بعد روایی و اعتقادی مهدویت. بر اساس منابع معتبر تاریخی و روایی زمان ولادت حضرت مهدی شب نیمه شعبان سال 255 هجری قمری است و جالب است ما در وقتی که در افغانستان بودیم شب نیمه شعبان به عنوان شب برات در شهدای صالحین در اونجا که خانقاه ها حدود اگر اشتباه نکنم حدود 30 و چند تا خانقاه وجود داشت که یک از خانقاه ها خانقاه امام حسین علیه السلام در همو برکی شهر کابل بود. ما در عاشورا شب عاشورا یاد میآید که از امام جماعت مسجد شهدای صالحین که پرسان کردم گفتن ما حدود 30 و چند هزار نفر جمعیت را پذیرایی میکنیم و غذا میدهیم و در شب نیمه شعبان که شب برات مینامند گذشته از که در بعضی مساجد و زیارتگاه هایی که متعلق به برادران اهل سنت بودند ولی در همون شهدای صالحین مجلس بسیار بزرگی را میگرفتند به نام شب برات. بعد اونجا در رابطه با حضرت مهدی از منابع اهل سنت صحبت میکرد که باز ما به همین مناسبت گفتمان را همه ساله داشتیم که دیروز هم همون گفتمان بود با دعوت علمای شیعه و سنی دانشمندان سنی و شیعه می آمدن. عنوان گفتمان ما مهدویت و مذاهب اسلامی بود که بعد ما در همون شهدای صالحین هم که شرکت می کردیم در اونجا جمعیت زیاد بود، گاهن به ما فرصت می دادن صحبت می کردیم و خود اونم صحبت می کرد. محل تولد امام زمان همون سامرا که آمده پدرش اونچه که در منابع شیعه است امام حسن عسکری علیه السلام است. البته در رابطه با پدرش هم اختلافه. یک ایده از اهل سنت هم البته همین دیدگاه منابع تشیع را تایید میکنه. مادر حضرت امام زمان حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها است که در این رابطه هم بحثی وجود ندارد و این واقعیت تاریخی نه تنها در منابع شیعه بلکه در آثار شمار از علمای برجسته اهل سنت نیز ثبت شده و تأیید شده و برخی موارد مشترکات هم داره. چون ما در همین مهدویت و مذاهب اسلامی علمای بزرگ اهل سنت و شیعه را که دعوت می کردیم خیلی تفاوت نداشت در بعضی موارد. حتی در رابطه با امام حسن عسکری هم بعضی همه عقیده را داشتن ولی بیشترشان همو فرمایش جناب استاد علویه. اما در بعد روایی و اعتقادی مهدویت عرض کنم پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با حضرت مهدی علیه السلام فرمود اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی بماند خداوند آن روز را آنقدر طولانی میکند تا مردی از اهل بیت من قیام کند و زمین را سرشار از عدل و داد سازد همان گونه که از ظلم و ستم پر شده است. که اتفاقا این روایت در سنن ابی داود جلد 4 آمده. البته بقیه روایات و اینا را که گفتم آیات منابعش ذکر نکردیم به خاطر که وقت گرفته نشود، ولی این فرمایش پیامبر چون در منابع اهل سنت بود
من این را خواستم که ذکر کنم. و همینطور امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید برترین عمل شیعیان ما انتظار فرج است. نکته اعتقادی بنیادینه که میخوایم عرض کنم در مکتب اهل بیت علیهم السلام انتظار هرگز به معنای سکون و انزوا نیست، بلکه همراه است با اصلاح فردی، مسئولیت پذیری اجتماعی، مبارزه با ظلم و فساد، آمادگی اخلاقی، فکری و فرهنگی، بعدی فرهنگی و اجتماعی مهدویت. فرهنگ معنوی مهدویت در حقیقت فرهنگ جهانی، انسانی و فرامذهبی است. امام مهدی علیه السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف منجی یک قوم یا یک مذهب خاص نیست، بلکه امید مشترک همه مظلومان تاریخ است و همه ادیان و همه انسان ها انتظار فرج موعود را میکشد و انتظار ای را دارد که روزی شخصی خواهد ظهور کرد و این دنیا را پر از عدل خواهد کرد و ظلم را از عالم برمیچیند. در جهان معاصر به ویژه در جوامع مهاجر که ما قرار داریم، مهدویت هویت بخش است، امیدآفرین است، مانع فروپاشی اخلاقی می شود. اینهایی که می بینیم که امروز متاسفانه در وجود بعض افراد اخلاق سقوط کرده، متاسفانه یکی از برنامه هایی را که ما میتونیم در اینجا تأکید کنیم مانع فروپاشی اخلاقی می شود، همین بحث مهدویت است و انسان را به کنشگری آگاهانه و مسئولانه بحث مهدویت فرا میخواند. جنبندی عرض ماییه که من عرض خود جنبندی میکنم که نوبت دیگه دوستا را هم نگیرم. نیمه شعبان روزی تجدید عهد با امام الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. عهد برای چی؟ عهد برای عدالت خواهی، اخلاق مداری، دفاع از مظلومان و آمادگی برای جامعه موعود. اللهم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار زیاد تشکر جناب استاد از صحبت‌هایتان.